سلام، ویدیو برات همین الان استارت خود. کجا دویدی رفتی؟ یه جا دیگه بودی؟ چطوری؟ خوبی؟ خوبه، خوشمزه است؟ با طعم چیه؟ گلپر. با خیلی گلپر نخوری یا؟ بود؟ چی شو؟ سلام، احوال شما خوبید؟ خوبی؟ چه خبر؟ شکری. سلام. امروز با من 20-25 دقیقه مفید میخوام برای بچه‌ها بگیرم از صحنه‌های به شدت. چطورید؟ هلو. چطوری؟ داداش همیشه که بابا چرا کارت دست خدا میبری؟ دماغو که عمل کردی آرایش که میکنی. فیلتر داره. نه فیلتر داره، خیالت راحت. بیا نیافتی باز الان بابا. باور کن فیلتر داره. پله. حالا پله است دیگه، بیفته چی میشه؟ یه بار قبلا داره، یه بار قبلا از 3 متری افتاده چیش نشده. خیالت راحت. عشق من. ببینی؟ دیگه جوونن بابا، جوون. بچه اومدیم دیلمان لب رودخونه یا آلاچیق گرفتیم. من با همه جا اوکی ام. اصلا ببین اینجا قشنگیش به اینه که بارون بیاد. به 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 به. لوکو بگی بچه. اینجا دیلمان روستای پدری منه و اینکه همه جاشو تقریبا بلدم. اینو خواستم بهتون بگم. این لوکیشن زیبا رو هدیه میدم به شما عشقا، حتما بیاید. آبشار لونک میای اینجا لذت رو میبری و اشغال رو میکنی و برمیگردی میری تهران. مثل چی کار میکنی؟ یه دو بدید. دو. هلو. امروز رو با من همراه باشید. اکیپه. هلو یان. How are you? خوش بگذره؟ هنوز شروع نکردیم خوش بگذره. بچه ها اشغال داره شروع میشه. جام بفهمه. نه بفهمه. نه خواهش کنم. خواهش کردم. بفهم. شما میایم بیرون کلا الهی من دورت بگردم. قربون تو برم. فدای تو بشم. حسود کسی نره قربون صدقش بره. کلا حسود شو. حسین یا حسین. آتیشه داریم شقا. بچه ها نمه بارون گرفت. ما اونجا نشسته بودیم. اونجا این هنگاش هم ببخشید به بزرگی خود تو کج کلسه خورده آدرس دادن اونا. اونجا نشسته بودیم. یهو تصمیم گرفتیم بیایم اینجا. 3 تا فسوفول رو میبینید. هلو زهر ما. کل جمع و فس کردی. بشید من آرایش کنم عکس بگیرم. آقا الان بچه من نمیدونم واقعا آرایش واسه چیته؟ واسه کیه؟ واسه کی آرایش میکنی؟ الان واسه دار درخت، واسه جنگل، واسه کی؟ واسه چی؟ ما که دیدیم همه جوره. همسر عزیزم رو مشاهده میکنید. الهی دورت بگردم. قربونت برم. آی جام چه ماچ هندی دادی. خانم جواهریان رو بله خواهش میکنم. زنده باشی، سلامت باشی، در حال بازی کردن. مرد چندی؟ 3000 تا مرحله رفتی. ته بیکارایی. ته بیکارای عالم و آدم. اونو نگاه کن. آره میشه خواهش کنم منم بگیری؟ بذار خود زیبایی ببینن مردم. الهی دورتون بگم. بعد دورتون برم من. این رخ هم خیلی خوبه. همیشه از این رخ بگیر. این رخو نگاه چقدر قشنگه. منم اون رخو. اینو. این برام خرابه. نمیدونم چرا. کار خدای دیگه بالاخره پیش میاد. به به. حسین صفروس نگاه. سوال داشتم. جانم بفهمید. دلیل همه جذابیت چیه؟ یک همسر زیبا هست. آره؟ دبل استرسو. بعد اوملت دارم تصویر. آقا اشغال نمی‌کنی؟ چند کنیم بری؟ بابا رو دیدی؟ اشغال کنیم دیگه. چیکار کنیم الان؟ دختره در حال آرایش کردن ها. الان من و بازی کردن. داداش داری چه شینیو مینیو می‌کنی؟ چیکار می‌کنی؟ میگه مراسم عقد عروسی دعوتی. بابا گوجه کردن. بابا جنگله. واسه گذاشتم که بشه یوتیوب گرفت. اصلا ما می‌دونی میکاپ تو دوست داری. بابا نو فیلتر باشی تو رو قرآن. همه که مثل خانم شما زیبا نیستن بدون میکاپ خوشگل میشن. ما احتیاج به آرایش داریم. آرایش کن. آقا یه اشغال برای نه پاستور آوردی. نه تخته نر آوردی.
نه گلیاپوش بابا گلیاپوش اشکان بلد نی به من میبازه. بابا به اول بگی 4 بار بردم. بگی برو. فوت یادت نره فوت. برو نتونستی بگیر. چپت گل. این یعنی این. آناناس. نه چپت گفتم. گفتم چپت گل. آقا نگفتم چپت گل. چطور؟ خب من اجرا دور می‌دستم برعکس می‌بینم. چپ خودت گفت. من برعکس گفتم چپت. به قول علی سفری حسب اساسش دوف کنم. بچه‌ها علی سفری منو دست دادیم فکر می‌کنم. اینا جفتشون مریض شدن. معده بدنش درد می‌کنه. اول درد دنبال دکتر و اینا امروز رو با ما 1 2 3 4 5 6 7 نفر بگذرونید. امیدوارم بتونیم لحظات فوق العاده احساس کنم والا اشکان دیلمان. میدونم که سوال بچه‌ها بله چرا همه لباسای علی تنشونه؟ به خاطر اینکه میشه توضیح بدید؟ علی آرده فقط 2 تا ساک بالا تنه آورده. ما همه شلوارا داشتیم. نگاه کن همه هودی علی آرده و یکیا نگین زهرا خودم خودتو. آره ما 4 نفر تصمیم گرفتیم امروز ما علی سپری کنیم. قابلتون بوی علی رو میده. به به بوی گوه علی رو میده. بیا خوبی کن خجالت بکش آقا اشکان. عالی بودی. همره با دوهای دوتاست نه؟ دوهای همره با دوهای تیمیه. بگو اشکال نداره بگو. من گفتم الحمدلله. الحمدلله. هستی یه یاسر رکسانا آرتا رو گفته بودم. نه اون گفت خب به من چه بالاخره گفت. من دارم طرفداری میکنم ازش. میگم اون گفت اشتباه شد. آرتا کی گفته بود؟ من گفته بودم. چرا سر اسم بچه رو میگی؟ دوست دارم. با کی باید دوست دارم؟ با تو. الله مردم داره جمع یه کار نکن بزنم خلاصه. بیا بزن. بردی خانوم نفر اول شد. جایزه نفری ماچ. ماچ. اشکان جان بفرمایید. نگفتم ماچ دسته. من دوست دارم دو دستم ماچ کنی. برو اشکان جان بفرما. پس کلت رو. اشکان جان. برو بابا. دست سرت اینجوری میکنی نه. حالت عادی. نمی کنی دیگه. روی گلتو ببوسم. الهی قربونش نکن اصلا نمیذارم که تا آخر عمرت دست منو ببوسی. با کی؟ تا آخر عمرت نمیذارم دست منو ببوسی. لطف میکنی مرجان جان. ناراحت میشم اگه همچین قانونی بذاری تو زندگیمون. ممنون. به طبیعت رو بگی. بخ میخندی. آقای حسین سرخپوستیان رو داریم از نوادگان آتش. آریکل. اثر قسمت 5 شکلی شده. اثر قسمت 5 رابطش با آتش رفیقیم داداشیم با هم. این بچه چی ساخته؟ الان داشت توضیحات علمیش هم میداد. آتیش به اکسیژن نیاز داره. خب یه سوراخ زیرش باشه. سوراخه؟ الان نمیدونم. یه سوراخ زیرش میذاری. داشتم الان یاد میگرفتم. اون کنده رو میکنی تو آب میذاری این رو آتیش میگیره. آریکل. حالا میتونیم اینو در بیاریم. ولی واجه عجب جایی خدا. لذت بخشه واقعا. روحمون جلده. بچه برای اینکه نپرسید خیلی کجا لوکو بگید، آبشار لونک که میاید به خود آبشار که بیرسید سمت چپ آلاچیخ کرده میده میاد اینجا. هزینه آلاچیخ چقدر بود حسین جان؟ ما 2 تا ماشین بودیم با یه آلاچیخ گفت 430 تخفیف داد 400. خدا وکیلی با خوب گرفت. خوب گرفته باز. پول پارکینگ و آلاچیخ همه اینا به میاد آلاچیخ اینو کرایه میگه تا ساعت 7:30. هر چند ساعت دوست داری میشینی 400 تومن.
چی میگن. میخوام لبخونی کنم. میگه که آره نه صحبت کنید. میخوام لبخونی کنم صحبت کن. میگه به نظرم اشکان واقعا قلب بزرگی داره و به شدت مهربونه. خیلی دوست داشتنیه. آره من خیلی دوست داشتم. همیشه واسه من بهترین بوده. من واقعا قلبا خیلی دوستش دارم. زهرا آره زهرا خورده چیزه. کلا زهرا آدم نرمالی نیست. باش نچرخید. آره یه خورده کلا همش تو از ساعت 4 رسیدیم تا ساعت 6 و نیم فقط داشته آرش می‌کرده. من بعد از این بخواد بره مراسم عقد داره. چی کار داره؟ الان آرش کرد تمام شد بخواد بره خونه بگیره بخوابه. بشوره بگیره بخوابه. کلا یه خورده آره. مامانش هم گفت این بچه رو نبرید. هنوز مرحله درمانیش کامل نشده. یه خورده مریض احوال شیرین میزنه. میخندید؟ شما داشتید میگفتید من همونا رو داشتم لبخونی میکردم واسه مردم. من اصلا حرف زدم. چی بشه؟ الان لال میشه اینا. بچه بیا از آتیش لذت ببریم. ولش کن. زهرا کجاست الان؟ سرویس رفت. تکی رفت؟ آره. تا علی آرزو رو تو جیبت در بیاری؟ ماشین وسیله واسه شما. اوکی. شبیه ماماناست که بابا رو چیز میکنه هماهنگ میکنه. بابا میرسه میگه دخترم کو. میگه همین از همون اینا اومد. زنگ میزنه به دختر. بودا بیا بابات اومد. بودا بیا بابات اومد. خجالت بکشید بسته. از آتیش لذت ببرید. داداش این زغال قلیون ما چی شد؟ آماده است. بابا کجا آماده است؟ تقریبا 1 ساعت و 20 تو قهوه چی میشدی بیچاره بود اون قهوه خونه. عالی بود. داداش کنده آتیش زدی؟ چیکار؟ اینجا بعد بره پایین خوبه. آره خوبه اتفاقا. بده درخت میکشن دیگه مردم. بده. آنساره. بده اوکی. ما که نمیخوایم بکشیم. سردت میگیرم میرم بخوابن. ادامه غیبت‌ها رو نگاه کن. ادامه غیبت‌ها. حالا اونجوری که اشکانم میگه نیست. بچه خوبیه. چی رو نذار؟ گذاشتم. آها چیز بود؟ آره یه خورده چیزه. نمیدونم شاید رو هم دیگه فاز دارن. نمیدونم از دور به هم دیگه چشمک میزنن اشاره میکنن. من نمیدونم ولی شاید حالا اصلا شاید داریم قضاوت میکنیم. شاید اینجوری نباشه. آره نمیدونم بیشتر علی یه خورده احساس کنم شیطنت میکنه. گهگداری نگاه میکنه مثلا زهرا میخنده علی هم میخنده. فکر کنم با هم دیگه حس داره. راجع به این چیزا صحبت میکنین؟ جواب بچینا همه حرفاتون رو اینا گرفتن. حرف دل منه؟ مردم حرف دل منو میدونن. خودشون خوب میدونن. الان کامنت میکنن حرف دل منو. بچه‌ها کامنت کنید حرف دل اشکانو. بچه‌ها ساعت رو نگاه کنید. 5 و 52 دقیقه است. ما چند رسیدیم 4. 1 ساعت 52 دقیقه است داره یه دونه زغال میچاقه. خب میگفتی همسایه میگرفتن داداش. اینجا هم تا 7 و نیمه. به خدا میگفتی همسایه ها میگرفتم. چه کاریه؟ نه اینکه چون روستای پدری من باشه اینقدر تعریف کنم. ما کلا لوکیشن فوق العاده ایه. هلو کجا بودید؟ خوب هستید؟ سلام ممنونم زنده باش. خوبم من خوبم عالی. من نمیدونم من رفته بودم سرویس داشتی. داداش منم که ایستگاهمو نکش. برم مسئله ماشین بیارم. اذیت نکن. آردم داداش اشکو برو. من فهمیدم ماشین چیزی. ممنونم. مرسی که تو ماشین وسایل آوردی. لطف کردی. مسئله‌تون رو بدم. نه مرسی ممنونم. میشه به شایعه ها پایان بدی؟ من که اصلا حرفی نزدم. منم خیلی لا بکشم. یه مرد خودشون میدونن. وای زهرا ترسی. ولی خدایی اون چیه؟ فکر کنم الان جنه.
میپره تو پیچ اشتباه جلو وای زهرا شروع کردی دوباره گاز میگیره. من میدونم مامان اشکان میگفت اونجا خطرناکه تا شب نمونی. میذاره تو الکل خونمونم. اشکان جان تو داری رانندگی اونا اصلا خون آب چشم تو اینجوری چشم نه به جای آب خون ما رو باید بخورن. این چشم وای 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 اینا دسته خونا شما دارن. آره دیگه پیچ اشتباه همین بود دیگه. دقیقا جنگلش همین شکلی بود مثل هلو چشم نده به سرتوش جونسک. سلام اشکان سلام نکنه تا الان پیچ اشتباهی. وای حالی میده الان برید تو این جنگل. آره به خدا یه پایه داشتم تموم. قایم موشک تو این جنگل. خب خدا رو شاید پایه‌ای نداری. میرفتم تا صبح تو جنگل. اگه راستشو میگه تنها برو. تنها اشکان بزن بغل. بزن بغل. خدایی میرم. مامانش سپرده دست. حالا بعد مامانش نمیگه الان بچه من چیز بود که میگه تو چرا زدی بغل. یه فیلمش موجوده زنه تو گفت بزن بغل. نمیگه زنه تو عاشق منیه. اوف منم عاشق جون گفت بزن بغل. عاشق مامانتم زهرا. وای من این حرفا رو بکن چیه؟ جاده ولی ببین ظلمات ها. خدایی ظلمات خیلی خطریه جادهش. حاله که همینا حال میده دیگه خیلی تاریک کردی نورو. خیلی فهمیدید خوبه هم. وای 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 روسری ندارم. تو خودم قیافت کم ترسناک نشده. موهاشم که اونجوری پریشون کرده. کی میگیره جاتو؟ بچه ما داریم مسیر رو به مبدأ کباب ترک میکنیم. یعنی این چند روز انقدر کباب خوردیم. یعنی من که نخوردم خدا رو شکر. بچه نخوره نمیدونن که چای کرک چی واسه چای ماساله این علی آرزو یاد ما داده. خدا لعنتش کنه. امشب هم میخواد ببره بهمون چای کرک بده. چایش گرمه میخوری جوش میزنی ولی مقویه. گفته دکتر علی جان دکتر آرزو مقویه. به توصیه‌هاش عمل کن اشکان. من که عمل میکنم. زهرا شاگرد خوبه ها. شاگرد خوبه دکتر آرزو. هر چی دکتر گفته خوبه انجام بده. مگه نه؟ نه بابا به خدا همه اینا شایست. داداش اشکانی که میده. اون موقع بعد از خواستگاری این چیزا رو انداخت. الانم که. برای کدوم خواستگاری؟ خواستگاری نگی. چی بود بگه؟ چی رو افتاده بود؟ لایو گرفته بودی. چی بود تو لایوه؟ چه یادشه. بابا من خودم گیرنده اون لایوم یادم نیست. تو چجوری یاده؟ وای عشق چه بلا گرفت. وای ابی اون کامینه تو پیچه چیزا نه کامینه میافته تو فیلم آمریکاییه دنباله پشت بوق میزنه. اشکان دیدی داشت میومد تو. ببین پیچ اشتباه همینجوری بود با کامیون میومد اول میزد تصادف میکردی بعد اینجوری موقعتو میکشید. من بچه همینجا ویدیو رو دیگه قطع میکنم. بهتره دیگه ادامه دار نشه چون فکر کنم اتفاقای خوبی نمیافته. مدرسه هست که مدرسه هست. آره بریم داخلش. عاشق هیجانم. نه چون خورخوری میکنه آجی. حسین دست دوباره ببر. نگاه حسین یه هوی کاف نگیره دسته بازی که انگوش حسین رو بزنم که بازی نبود. بچه و این یکی خجالتیه نگاه. آخه خیلی خجالتیه. یا حسین یا حسین. اوه اشکان صداش در اومد اشکان. هیچی نه بابا. کجا میاری؟ اوه میگه بازیاتون رو کردید بدوید. صداش داره جان. آخه خدا دوست دخترش. آره یه چیزیش هست. تعصبشو کشیدا. همه یا غیر آفرین که غیرت داری.
نسبت پاهاش کوچیکه. این هنو فکر کنم جفتشون طولن نگین. نه آخه اصلا پاهاشو نگاه کن نسبت به بدنشین. آخه چه میدونم والا. چقدر سیاه سوخته ای. چشای اونو. ماستانونی بخوریم. بریم. اینجا هم فاطمه خانوم داریم؟ فاطمه خانوم. همش گوشته. فاطمه خانوم. همش گوشت. اشکان. بله. آها اومد. اشکال دود میکنه. خب جانم. داشتم به خانم فاطمه زهرا چیز می‌کردم. به بچه‌ها جاتون خالی. همون کبابی معروف که همیشه میایم، کبابی گیلانه، کباب سر گیلانه. بچه‌ها رو هم آوردیم که کبابش رو امتحان کنن. کبابش واقعا فوق‌العاده است. داداش من یه برنج کم دارم. بعد یه دونه نفری بله 2 سیخ باشه. ما الان یه سیخه یا نصف سیخه؟ سلام. به آقا اشکان چطوری؟ چاکرتم. خوبی؟ همه چی خوبی؟ قهوه نمیخوردی چی میشد خدا قرآن. تو رو قرآن. بیایم بالا دیگه. قهوه میخوریم میایم بالا. پایین بودی؟ سمنی بدنت سریع عمل کردش فعال بشه. هوشیار انرژی بهت میده. یعنی های شی بیای بالا. بچه اگه خدا بخواد دیگه ما امشب میایم تهران. گفتیم دیگه روز آخری رو به خرید اختصاص بدیم. ساعت 5:30 داریم میریم انزلی دوباره. اون روز که هیچ خریدی نتونستیم بکنیم. با این بارون 7 میرسیم تا 9:30 فرصت داری. 7 راست میگه دیگه. 2 ساعت نیم کمه؟ من که چیز خاصی نمیخوام. خوبه دیگه 2 ساعت. بچه‌ها شاید حالا بخوان خرید کنن. تو خودت قایق سوار نمیتونیم بکنیم فقط چون بارونه. آره تو چیزی نمیخوای؟ من 100% میخوام. چی؟ همه چی. چرا ساله بگو؟ میخوام برم سمت شامپو خوب و مثلا شامپو اون شب خریدی؟ خریدم؟ آره. آها واکس موی خوب. میگم شامپو خوب. واکس موی خوب. خب داره تمام میشه. دارم یک دوتا خوب بگیرم. یک دوتا شونه و 3 شوار خوب بگیرم. آره تو این فضا لباس نه. حالا شاید هم گرفت نمیدونم برم ببینم چی. من میخوام لوازم آرایشی بخرم بچه‌ها. کارتونی ولی دیگه نمیخوام. آره. خدا الان رفته بودیم. علی آرزاد سر یه استوری گرفتن 2 ساعت الاف کرده بارو. اومد استوری بگیره. وای چقدر قشنگه فلان اینجوری زد آیس کارامل ریخت تو کافه یارو. وای 2 تا رو همزمان چپه کرد. همزمان استوریش هم گرفت همون لحظه شانس. وایسا دوره بزنه. خب پس بزن بریم. وای ماشاءالله بچه‌ها ببینید چه بارونی. برف پاک کنن دیگه اصلا کارساز نیست. نگاه خدایا شکرت. بیاد همین آلودگی و شمال مگه آلودگی داره؟ این همه ماشین جمع میشن بالاخره آلوده میشه دیگه. خب اکسیژنش ولی زیاده. شمال بشوره ببره. تهران اینجوری بارون بیاد انشالله. همین بارون میشه شمال ترجمه کنن. آره خیلی قشنگه بارونش. کیف میده. به ما هر وقت می‌خوایم بریم سمت انزلی بارون. آره هر وقت خواستیم بریم انزلی اینجوری بارون گرفته بود. قسمت نیست دیگه قایق سوار شیم. فکرم دریا هم طوفانی باشه. آره بابا. مثلا با این بارون این لب ساحل نمیشه بریم. من دیگه شنا گلی شد. راست میگی. حالا بریم اونجا اگه شد میریم از دریا هم براتون فیلم میگیریم. بود بریم تو منجم خرید کنم. الو سلام خوبی سی؟ سلام جیجن قربان. تو کویستی بابا. آقا ما داریم راه میافتیم میکردیم کجا میرم قربان بارون بیت بابا ترافیک و آرام آمده.
چه بارونه بید بابا اصلا آسمان گله داشته بابا چکرم بلد نیست علی زبری کجایی با؟ ببین کجاش بیاییم ما؟ آقا کاسبیان منطقه آزاد بایی نمیشه داداش نه کاسبیان یه جای دیگه است منطقه آزاد یه جای دیگه است من الان این میدان چی میشه اینجا؟ کوچستان میدان کوچستانم داداش کوچستان اینجا شما رسیدید این لوکیشن من بفرستیدم بیام من بیام سمت منطقه آزادش دیگه آره الان ویزو بزن منطقه آزاد داداش من 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه اونجام با شما هم همون اونجا میرسید حله بیا قربونت ببینمت قربونه سلام برسن علی برمان سلام برسن تو کی زرگیتی؟ ما علی زرگ علی علی زرگ تو چقدر بزرگ شده تو کچی نمیدی تو قربان تو فایده تو پر سلام برسن حتما قربونت خدا بلد نبود زیاده اشکال دست پا شکسته من خیلی بلد نیستم نه بابا تو ولی عداشو خوب یعنی اینکه منظرم اینه که اعتماد به نفس تو از دست نمی تا ترش میری آره نه اعتماد به نفس همیشه بالا برقل نباشم بالا اوکی عالی بودم آره